تا حالا برایتان پیش آمده کسی با صدای زیبا و آهنگین بخوانه ولی متوجه نشین؟ یا برعکس ممکنه یکی صدای زیاد خاص و خوبی نداشته باشه ولی موقع صحبت کردن او قدر واضح و روشن صحبت میکنه که تاثیر روی اطرافیانش میگذاره؟ تفاوت این دوتا دقیقاً در وضوح صدایه. اگه شما میخواین صدایتان زیبا و با مفهوم شوه، این قسمت مخصوص شماست. چون قراره در این قسمت یاد بگیریم که چطور واضح، تمیز و روشن بخوانیم یا صحبت کنیم. در قدم اول یک توضیح کوچیکی داشته باشیم درباره وضوح صدا. وضوح صدا یعنی چی؟ یعنی شنونده به زحمت صدایتان نشنوه. دلایل پایین بودن وضوح صدا به چند عامل بستگی داره. یکی از دلیل‌های اصلیش میتونه حرکت نکردن لب و زبان باشه. یعنی وقتی که لب کوچیک بگیرین، زیاد در حالت عادیش نذارین یا سفت بگیرینش، یا ای که زبانتان قشنگ تکان ندین، وضوح صدا کمتر میشه. یک عامل دیگه دهان نیمه باز یا بسته باشه موقع صحبت کردن. خیلی ها رو دیدم که موقع صحبت کردن اینجوری صحبت میکنه اصلا متوجه نمیشه که مثلا چی داره میگه. باید دهان خیلی ریلکس، آرام، خیلی شل گرفته شود که راحت لب و دهان و زبان تکان بخوره. بعضی هم خیلی سرعتش زیاده، یعنی توی صحبت کردن سرعت خیلی زیاد تون صحبت میکنه اصلا متوجه نمیشیم چی میگه. اونجوری هم از وضوحش کم میکنه. راستی یک چیز دیگه بگم، لهجه شدید یعنی لهجه خیلی غلیظ یا سرزبانی صحبت کردن هم میتونه عاملی بر وضوح پایین صدا باشه. حالا راهکارهایش چیه؟ راهکارهای افزایش وضوح صدا چند تا تکنیک خیلی ساده داره که باید آهسته آهسته اونا رو انجام بدیم تا بهتر و بهتر شویم. مثلا یکی از تکنیک ها باز نگه داشتن دهانه. موقعی که حروفای صدا داریم، موقعی که مثلا الان که دارم میگم یه خورده دهان بازتر نسبت به کلمات دیگه، روی حروفای صدا دار دهان خورده یه خورده بازتر کنیم. تعریفش هم اینجوریه: باز نگه داشتن دهان در هنگام ادا کردن حروف صدا دار. یک از تکنیک‌های دیگه میتونین بعضی از کلمات، یعنی آخر کلمات یا بخش‌های مهمی از کلمات بکشین، حالت یک آهنگ بهش بدین، اصطلاحاً بهش میگن آهنگ بدین. اینجوری میتونین راحت‌تر، یک خورده زیباتر و شفافتر کنین تا بیننده جذب صدایتان شود. البته زیاد اغراق نکنین که مصنوعی دیده بشه، همینقدر یک خورده که روشن‌تر و جذاب‌تر دیده شود. مثلا یک جمله معمولی براتون میگم: سلام، خیلی خوش آمدین به دوره مقدماتی صداسازی. یک جمله معمولی بدون او کشیشای گفت. حالا کمی رنگ و لعاب اگر بدیم اینجا میشه: سلام، خیلی خوش آمدین به دوره مقدماتی صداسازی. یعنی قسمت‌های سلام، خیلی خوش آمدین و صداسازی را یک خورده بهش کشش حالا نوتی بهش دادیم، یک خورده بهش رنگ و لعاب دادیم، او جذابتر و بهتر داره دیده میشه، یعنی وضوحش بهتر شد. یادتان باشه این تکنیک بیشتر برای بیان تاکید یا احساسه. اینجوری مخاطب میتونه راحت‌تر جذب صدای شما یا گفتار شما شود. چند تا تمرین هم برایتون میگم، مثلا تمرین‌های جلوی آینه یا شل کردن عضلات فک و لب و دهان. اینا خیلی میتونه موثر بشه برای وضوح صدا. یک چند تا حروف برایتان میگم، اینا کمک میکنه برای شفاف سازی کلماتی که در جملات به کار میبرین. تلفظ قوی روی حرف های پ، ب، د، ت، ک، گ. درست؟ این چند تا کلمه میتونه موثر باشه. حالا از جلوتر براتون میگم چجوری استفاده کنید. تلفظ قوی این حروف ها میتونه کمک زیادی برای شفاف سازی کلمات و جملات شما کنه. پس شد پ، ب، ت، د، ک، گ. 6 تا. حالا با همین کلمات تمرین دیگه انجام میدیم که به این شکله: پا، پو، پی، پ، پو. بعد کلمه بعدی: تا، تو، تی، ت، تو. بعد کلمه بعدی: کا، کو، کی، که، کو و الی آخر. این تمریناشه، اینا رو توی خانه انجام میده. اینا حرفای کلیدیه که میتونن برای واضح کردن صدایتان خیلی موثر باشه. یادتان نره این تمرین هر صدا رو با ضرب آهنگ و رسا انجام بدین و بدون بلعیدن حروف یا فشار زیاد انجامش بدین.
تمرین بعدی با صدای ر و ب. کسایی که سرزبانی و توی تکلم یا خورده اذیتن، اونا میتونن با صدای ر اینجوری برن. زبان شل بگیره، بذار بلرزه، در سقف بخورن، در سقف کام و به این شدت بیاد بیرون. 5 ثانیه بس. اوکی. تمرین بعدیش هم بیه که همون میشه لیپتریل، بذارین لب تکان بخورن. این دو تا تمرین خیلی مفیده برای لب و زبانتون. تمرین بعدی تمرین جذاب آرتیکولاسیون، یعنی بیان اغراق‌آمیز جلوی آینه. این تمرین برای فعالسازی عضلات دهان و بالا بردن وضوح بیانه. تمرینش هم اینجوریه: جلوی آینه بیستین، یک پاراگراف ساده مثلا شعر، یک بیت شعر باشه یا یک پاراگراف، یک جمله باشه، او را انتخاب کنین، بعد با اغراق او را بیان کنین. مثلا من امروز، اینجوری من امروز، به حساب یک خورده قلوف توی صدایتان باشد، توی چهرهتان حتی جلوی آینه ای انجام بدین. این کار میکنیم تا بیشتر متوجه او حرکات دهان و لب بشیم، طوری بخونین که صدایتان واضح باشه. حالا بعدش تمرکز کنین روی شکل دهی دقیق هر حرف و لبهایتان. بعدش جمله را یک خورده سرعتش بیشتر میکنین، تندتر 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 تا به حالت عادی برسن. اونجا متوجه میشین که چقدر تفاوت ایجاد شده توی صحبت کردن که قبل انجام میدین با یک جمله‌ای که الان بیان میکنین. این هم نگفتن همونه که جلوی آینه که وایسین بیشتر متوجه میشین که لبتون کج میگیرن، راست میگیرن، یا فرم دهانتان یا زبان لبتان چه شکلیه. برای همون میگم که یک خورده اغراق‌آمیز صحبت کنین. جلوی آینه میتونین یک تمرین دیگه هم انجام بدین. حروفای صدادار با قلوف بکشین: آ، ای، ای، او، او، مثلا اینجوری. یادتون باشه دهان باز و شل باشه. روز 5 بار 6 بار این را جلوی آینه حتما انجام بدین، خیلی موثره. این تمرین‌ها باعث تقویت وضوح گفتار میشه و همچنین بهت کمک می‌کنه که حواست به حرکات صورتت موقع صحبت کردن باشه. کاربرد این تمرین‌ها که گفتم میتونه برای گویندگی، دوبلوری، دکلماتوری، خوانندگی، سخنرانی و حتی مکالمات روزمره که دوستان شفافتر، زیباتر صدایتان باشه. این تمرینات خیلی کاربردی و موثره. اینجوری میتونی بهتر در جوامع اطرافت ارتباط برقرار کنی. حالا خودتان تصمیم بگیرین این تمرینا را هر روز 10 دقیقه یا 1 رو انجام بدین. طی 2 هفته یا 3 هفته تغییرات متوجه میشین. یک جنبندی هم داشته باشیم. امروز یاد گرفتیم که وضوح صدا یعنی چی. چند تا تمرین هم داشتیم که ببینیم چطور میتونیم وضوح صدای من بهتر کنیم. همچنین اشتباهات رایج هم فهمیدیم. حالا اگه نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارین در قسمت کامنت ها با ما به اشتراک بذارین، حتما بهتون پاسخ میدم. برای حمایت از ما لایک هم یادتان نره. تا برنامه بعد، خداحافظ.